ساکنان یک جماعت در شهر پنجکن شکایت دارند که با وجود برداشته شدن محدودیت انتقال برق یا لیمیت در کشور، آنها تا حال با رجه برق میگیرند. با گفته ساکنان دهه‌های بیدک، خمگران، گنجینی خان، آخکوتل و جانچشمه از ساعت 16 تا 1 شب برق ندارند. با گفته ساکنان مراجعت‌های آنها به نمایندگان اداره برق شهر پنجکن به نتیجه بود. در دو نواره که ساکنان به رده آزادی فرستادند دیده می شود که مردم با کارمندان اداره برق بحث دارند. پاره از این نواره ساکنان را با هم ببینیم. این به قانون سیستم نگاه کردن یا که همه شویت تحتی همه اعلان کند که برادر من همه یک اگرنیچینی نمیشد. شاید ما به حد چراغ میافته میشینیم یک شرایط میکنیم آخه زنده ایم که نه خطیه به هر یک قشلاق رئیس محله است گفتید گفت که فلان روز قشلاق شما بسید من باور میکنید شما گویید من باور میکنم حاضر همه خیلی نوبر نیست همه جو باید سویت در گیرد خب همه یک نوعی که حاضر همه جو یک طرف لیندی شما موندگی تا سویجینی رفت نه خلاص نه کو یک چیز دیگه حاضر شما حاضر چخیل شما خلاص کنیم حاضر خلاص همه جا گری زبان یک گواسکی تو حاضر همه یه بار پلیتکی ملکی همش میگن که همه بردارده همه چند گاز یک گفتی. بینندگان عزیز، شما هم می توانید اگر مشکلی دارید نوار گرفته به رادیوی آزادی فرستید.